آقای محمد خداوندلو بازیکن تیم پرسپولیس همینی بود که حالا شما شاید من خودم اهل فوتبال نیستم زیاد. آقای محمد خداوندلو همینی بود که توی تماشاچی‌ها توی جایگاه یک واسه پرسپولیس میرفت. باخته دیگه، هر بازی میان 5 بازی 5 باخت داده. دقیقه 70 همه دارن میان بیرون. آقای محمد خداوندلو من هر موقع خودم دلگیر میشم از زندگی، خسته میشم و فکر میکنم که دیگه خبریه، میرم پیج آقای محمد، مصاحبه های آقای محمد خداوندلو رو میبینم. درست میبره. یه روزایی مادرم صبح تا غروب میرفت خونه این ور اونور کار میکرد. کار آر نیست ولی خوب نبود که بره. خدا شاهده یه شبای شام نمیخوردیم، یه شبایی فقط مثلا 6 عصر میخوردیم. برای اینکه شام نخوریم مثلا 8 شب میخوابیدیم، با گشنگی میخوابیدیم. مهمون میمد خونمون قشنگ یادم مادرم گفت شما نخورید، بذارید بخورن، اگر رسید تهش به شما بخورید. ببین اگه پشت کار داشته باشی به کجا میرسی. ببین چجوری خدا رو گرفت اسیر خودش کرد، نگاه کن. ولی من میگم راهی که درست باشه خدا هم کمک میکنه.